سعدیا چون تو کجا نادر گفتاری هست، یا چه شیرین سخنت نخل شکرباری هست. دولت خوارزمشاهیان که یکی از قدرت‌های اساسی آسیای مرکزی و ایران بود، زیر ضربه مغولان فرو پاشید. در این دوره ناآرامی سیاسی و اجتماعی و بحران فرهنگی، شاعران و عالمان تاجیک نقش کلیدی در حفظ و رشد زبان و فرهنگ داشتند. آنها نه تنها زبان را همچون وسیله افاده زیبایی، فلسفه و حکمت زنده نگه داشتند، بلکه ارزش‌های معنوی و فرهنگی را نیز به نسل‌های بعدی انتقال دادند. یکی از همین گونه سخنوران، سخنوری کشاف، همچنان که در ایجاد بده در نظم ستم پیامبرانند، هرچند که لا نبی بعدی اوصاف و قصیده و غزل را فردوسی و انوری و سعدی. ببینید سعدی در اینجا همچون پیامبر در کلام هنری اعتراف شده است، در ژانر غزل مخصوصا. تاریخ نگاران و محققان درباره حیات سعدی نظرها و معلومات‌های مختلف دادند. بعضی‌ها سال تولدش را 1184، دیگران 1193 و بعضی‌ها تقریباً 1210 می‌حسابند. زادگاهش شهر شیراز است. سعدی در یک فضای بسیار معنوی به کمال رسیده است، مخصوصا اگر به محیط خانوادگی سعدی توجه کنیم. در یک خانواده فاضل و دانشمند، دیندار و با فضل و دانش پرورش یافته است. تحصیل ابتدایی را نزد پدر می‌گیرد. سعدی شیرازی در آثارش اشاره می‌کند که پدر او شخصی با فضل و دانشمند بود که به تعلیم و اخلاق فرزندانش اهمیت جدی میداد. سعدی در زمان کودکی از پدر محروم می شود. پس از وفات پدر احتمالاً دیگر اعضای خانواده و شخصان نزدیک برای تحصیل به او کمک می کنند. سعدی چون از دانش‌های ابتدایی در شهر شیراز بهره برداشت، بعداً برای ادامه تحصیل به بغداد رفت. در زمانی که سعدی زندگی کرده است، در بغداد همگی 30 مدرسه بود. فقط در عصر 13 2 مدرسه از حد زیاد شهرتمند بود. یکی مستنصریه بود، دیگری نظامیه. در این 2 مدرسه هم دانشجو توسط آزمون گرفته میشد، هم استاد. هر گونه استاد را قبول نداشتند. به بغداد می رود، همون مدرسه نظامیه، همون مدرسه مشهوری که در عالم تمدن اسلامی بود و نظام الملک وزیر سرچشمه بنیاد گذاشته بود. سعدی در همونجا تحصیل میکنه. از آثار خود سعدی این اطلاع را در دست داریم که برای تحصیل خوب، برای تلاش‌های خوب و گرفتن مبلغ هم سرفراز گردیده بوده است. خودش اشاره دارد مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. سعدی با نام پوره مشرف الدین ابو محمد عبدالله ابن مشرف الدین ابن مصلح شیرازی معروف است. بعضی از محققان نظر دارند که تخلص سعدی از نام حاکم آن زمان فارس سعد ابن زنگی گرفته شده است. یکی از دانشمندان خیلی مشهور ایران، پوری پیرور، اثبات کرده است که این از نام سعد بن زنگی نیست، بلکه از نام
با کلانش است که سعدی نام داشته است و انا همون رو وای کرده تخلص خود را از آن انتخاب کرده است. سعدی شیرازی با اندیشه و نگاه و گومانیستی خود توانست شهرت جهانی به دست آورد. برای آنکه شهرت سعدی جهانگیر شود 4 عامل خدمت کرد. یکم استعداد فطری سعدی، دوم تحصیل سعدی و سهم استادان. همه در خواب برفتند و شب از نصف گذشت، اون که در خواب نشد چشم من و پروین است. شما تصور کنید این اشاره به خودآموزی های سعدی است، یعنی در برابر استعداد، در برابر تحصیل استادان این چنین خودآموزی. و 4م عاملی که در شهرت سعدی بسیار سهم مهم دارد این سیاحت های سعدی است. سعدی شیرازی در جوانی به سفرهای طولانی برآمد. به سیر جهان برآمدن او چند دلیل داشت. هجوم مغول‌ها باعث بسر و سامانی سیاسی و اجتماعی گردید. سعدی احتمالاً برای کناره‌گیری از تهدیدها به سفر برآمد. در این برابر او می‌خواست با فرهنگ‌ها، عرف و عادت‌ها و زندگی مردمان گوناگون آشنا شود. سفر کردن از دیدگاه سعدی یک فضیلتی بود. در زمانهایی که سعدی زندگی میکرد نه هر کس توان سفر داشت. بسیار سفر باید تا پخته شود خامی، صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی. در میان ادیبان کلاسیک فارس تاجیک سعدی شیرازی تنها فرد است که بیش از 30 سال عمر خود را در سیر و سیاحت و گردشگری سپری کرده است. سیاحت های او برابست نرفتند، جهان را دیده است و جهان را در معنویات خود جای کنانده است. ز دریای عمان برآمد کسی، سفر کرده هامون و دریا بسی. عرب دیده و ترک و تاجیک و روم، ز هر جنس در نفس پاکش علوم. جهان گشته و دانش اندوخته، سفر کرده و صحبت آموخته. سفرهای سعدی شیرازی یک زمان طولانی و فراخ جغرافی را فرا گرفته است. او 3 قطعه عالم، افریقا، آسیا و اروپا را سیر کرده بینش و دانش خود را غنی کرده است. مثلا از روم یاد میکند، از هند یاد میکند، از چین یاد میکند، از افریقا یاد میکند. بعد از شهرهای معروف از مثلا حجاز یاد میکند، از دمشق یاد میکند، از دیاربکر در ترکیه امروزه یاد میکند و از وخش ما یاد میکند، از بلخ بامیان یاد میکند. گوناگون یک حدود 50 کشور و شهرهای معروف همون زمان در آثار او نامهاشان ذکر کرده است. سعدی شیرازی در سفرهای خود ماجراهای گوناگون را تجربه کرده است. او بارها به اسارت افتاد و با مشکلات و خطرات گوناگون روبرو شد. در آن وقت جنگ‌های صلیبی هم می‌رفت و جنگ مسلمانان و صلیبیان بود که در یکی از این جنگ‌ها اسیر می‌افتاد. سعدی را به شهر طرابلس میبرند. یکی از ساکنان همون طرابلس به 10 دینار میفروشند و همچون غلامی مثلا زرخرید این رو کار میفرماید و حتی در مشکل ترین کارها. سعدی لایگری میکرد. عجیب کار که یک مرد حلبی این دیده هوشش میکند. اول گمان نمیکند که این سعدی است و میگوید این با سعدی خیلی مانند. وقتی که نزدیک میشود و میبیند که واقعا سعدی است با اون نزدیک میشود از اون میپرسد که مثلا تو سعدی نیستی؟ میگوید بله من اسیر حربی ام، چی که خواهد مثلا در کجا خواهد این کار میفرماید و من اجرا میکنم. پولی که به عوض سعدی داده است باید بسپارد و سعدی را از آنجا خریده به خانه‌اش میارد و در خانه‌اش فرزند قدرس داشته است دختر و به سعدی خانه‌دار میکنه. و دختر خیلی بدزبان بود، هر وقت سعدی را طعنه میداده که تو فلان نمیست که پدرم به 10 دینار
تو را آزاد کرد. میگفت بله به 10 دینار آزاد کرد و به 100 دینار گرفتاری تو کرد. میگویند سعدی از این همه فشار روانی به جان آمد و اخیراً از آنجا فرار کرد. سعدی بر اساس تجربیات درک میکند که انسانی که بخواد آرام باشد باید به فرهنگ و به زبان و به عقیده همه دیگران احترام باید قائل شوی. غزلیات سعدی شیرازی یکی از جزءهای عمیق و معروف آثار ادبی فارس و تاجیک است. بزرگوار سعدی اولین شخصی هست که غزل رو به معنی کاملش به کمالات رسانده است. گذشته از این اولین شخصی هست که 4 دیوان غزل دارد: بدایع، خواتیم، غزلیات قدیم و طیبات، که این 4 دیوان غزل 700 غزل را در بر میگیرد. انقلابی در غزل وارد کرد که بعد اینا همه زیر تاثیر او ماندند. ببینید که حافظ بزرگترین شاعر غزل سرای است. غزل را به درجه کمالش رساند، اما حق سعدی برگردنی اوست. ببینید کدام غزلش نکشایی به همه عذوبت و روان همیشه دارد. شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد، تو بیا که از اولی شب در صبح باز باشد. حتی بیت هایی دارد که خیلی عاشقانه اند. چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی، تو صنم نمی گذاری که مرا نماز باشد. عشق بازی نه من آخر به جهان آوردم، یا گناهی است که اول من مسکین کردم. این از یک طرف. از طرف دیگر آتش کده است باطن سعدی ز سوز عشق. آتش کده است باطن سعدی ز سوز عشق، سوزی که در دل است در اشعار بنگرید. شب یاد دارم که چشمم نخفت، شنیدم که پروانه با شمع گفت که من عاشقم گر بسوزم رواست، تو را گریه و سوز و زاری چراست. موضوع محوری غزلیات سعدی شیرازی عشق و محبت است. در این راستا او به سیاست، اجتماع و مهمترین جنبه‌های حیات انسانیت رجوع کرده است. مثلا یک پاره از این غزلش: قبا بر قد سلطانان چنان زیبا نمی یفتد، که آن خلقان گردآلود بر بالای درویشان. گرد آینه باید که نور حق در آن بینی، نبینی در همه عالم مگر سیمای درویشان. که حق بینند و حق گویند و حق جویند و حق باشند، هر آن معنی که آید بر دل دانای درویشان. مثلا تو زن داری و زر داری و سیم و سود و سرمایه، کجا با این همه شغلت بود پروای درویشان. رباعیات سعدی خیلی زیبا و سحرانگیز است. در این ژانر ادبی سعدی دست قوی دارد و با لطف و عاشقانه‌های خود دلها را به دنبال خود میبرد. آن یار که عهد دوستداری بشکست، میرفت و منش گرفته دامان در دست. میگفت دیگر باره به خوابم بینی، پنداشت که بعد از او مرا خوابی هست. یعنی همین مفهوم هایی که در نظر ما بسیار ساده و عادی می نماییم، اگر به ترکیب کلماتش هم نگاه کنیم کلمه های نادر الاستعمال نیستند، کلمه هایی که ما روزمره استفاده می‌کنیم، ولی این همنشینی و جابجایی نحوی که سعدی با هنر و ذوق و استعدادی که دارد این کلام را نو می‌سازد و برای همین هم کلام سعدی دلپذیر، دلچسب و دلنشین است. موافق اطلاع سرچشمه‌ها، سعدی شیرازی کتاب معروف خود بوستان را در سال 1257 تألیف کرده است که سراول سعدی نامه عنوان داشت. این اثر بعداً همچون بوستان شهرت یافت. وقتی که سعدی بعد از سفری طولانی میخواد به شیراز برگردد نزد پیوندان، دوستان، در دل هوس یا آرزوی یک تحفه ارزشمند برای
همشهریان خود، پیوندان خود آوردن میکنه. اما چون که در مقدمه همین اثر بیان میکنه، میگه در اقصای عالم بگشتم بسی، بسر بردم ایام با هر کسی، تمتع ز هر گوشه یافتم، ز هر خرمن خوشه یافتم. بعد میگه بدل گفتم از مصر قند آورم، بری دوستان ارمغان برم، مرا گرتهی بود از آن قند دست، سخنهای شیرین تر از قند هست، نه قندی که مردم به سرت خورند، که ارباب معنی و کاغذ برند. یعنی حاصلی تجربه هایی که در امتداد این سفر در دست داشت، برای دوستان، برای علاقمندانش کتاب بوستان را در دهگاه فراهم می‌آورد. حکایت هایی دارد که از روزگار خودش میگیرد. همون جهان گشت، سفرهایی که شرق و غرب را دید و با مردمی ساده در همین گلستان و بوستان فراهم آورده است. حکایت و روایت های او را به دو دسته تقسیم میکنیم. یکم گروه از روایت ها هستند که سعدی در ایام سیر و سفر به کشورها و ممالک شهرهای گوناگون دنیا در صحبت هایی که با همصحبتان و مسافران و خلقیت های گوناگون شنیده است، این دسته هستند که با کلمه شنیدم شروع می شوند. برای نمونه در بوستان و گلستان بسیار روایت های را، حکایت های را مشاهده میکنیم که این گونه شروع میشم. شنیدم که بگریست دانای وحش، شنیدم که دزد درآمد ز دشت، شنیدم که از پادشاهان غور، شنیدم که پیر به راه حجاز، شنیدم که در مرز از باختر و همین گویا حکایت ها شروع میشن و بسیار حکایت های تأثیر بخش و از نظر استحکام معنا قوی هستند. دوم نوع حکایت هاش حکایت و روایت هستند که خود شیخ سعدی شاید شاهدی همون واقعه و حادثه ها است. راوی همون قصه خود سعدی است و قهرمان همون قصه هم خودی سعدی بوده است و در این گونه حکایت ها و روایت ها او بیشتر ضمیر من را افاده می کند که من شاهد بودم، من دیدم، من بودم، من روایت کردم و نمونهش از این گونه است: هزارا من و پیر از فاریاب، رسیدیم در خاک مغرب به آب. یعنی از این بیت معلوم می شود که سعدی حتی از طریق کشتی هم سیر و سیاحت کرده است. با یک نوع روایت هاش هستند که از نام قهرمان اثر قصه را میگوید که در اونجا از ضمیر من هم استفاده میکند و این تحقیقات میخواد که واقعا خودش سعدی این حادثه به سرش آمده است یا به سر قهرمان حکایتش این آمده است. از جمله میگد که به صنعا درم طفل از سر گذشت، چی گویم کزانم چی بر سر گذشت. ما اگر به آثار فردوسی توجه کنیم، میگه پیافکندم از نظم کاخ بلند که از باد و باران نیابد گزند. سعدی هم در ابتدای بوستان میگه که چون این کاخ دولت بپرداختم، در او 10 در از تربیت ساختم. نخست باب عدل است و تدبیر روی، نگهدار خلق و ترس خدای. دوم باب احسان نهادم اساس. ببینید سراپا این اثر انا همینگونه مثلا مسئله های بسیار جدی، مسئله هایی که در جامعه درجه اولند و این مسئله ها دخل میکنند. سعدی در آثار خود به طور غیر مستقیم به محبت از یتیمان و افراد نیازمند پرداخته به خوانندگان خود یادآوری میکند که از این قشر جامعه محافظت کنند. یک بسیار شعر مشهور است در مورد یتیمان که میگه پدر مرده را سایه بر سر کرد، غبارش بیفشان و خارش بکن. چو دیدی یتیم سرافکنده پیش، مده بوسه بر روی فرزند خویش. یتیم ار بگیرد کی نازش خرد، وگر خشم گیرد کی بارش برد. مسئله اولین درجه که در بوستان هست عدل است. عدل و عدالت یعنی حقیقت در زندگی است.
در بوستان از راه دیگری وارد شده است و زندگی ایدئال و آرمانی که انسان‌ها باید داشته باشند و جامعه باید داشته باشد به تصویر کشیده است. یعنی همانی که میگویند آرمان شهر یا مدینه فاضله به قول افلاطون، که در آنجا صداقت و عدالت و نیکی و زیبایی حکمران است. کتاب گلستان سعدی شیرازی در سال 1258 میلادی تألیف شده است. به گفته خود سعدی، گلستان در مدت کوتاه و با هدف آموزش اخلاق و پند و اندرز برای جامعه ایجاد شده است. نظم و نثر ما تا دوره سعدی خیلی و خیلی انکشاف کرده است. مثلا یکی از اثرهای که تا سعدی در ادبیات فارس تاجیک اثر رقم 1 بود، این کلیله و دمنه حمیدالدین ابوالمعالی نصرالله منشی است. ولی برابر تألیف گلستان این اثر جایش را به گلستان داد. سعدی گلستان را در 8 باب طبقه بندی میکند و در هر باب به موضوعهای میپردازد. سعادت دو جهان انسان در همین 8 باب گلستان در شده است. در عصر میانه 3 نوع ساختن محتوای اثر در ادبیات ما موجود بود. یکم، نوشتن حکایه از روی عنوان باب. دوم، قصه اندر قصه و نوع سوم آمیخته بود. سعدی انا همون نوع اول را کار گرفته است، از روی عنوان باب، مثلا ایجاد حکایه ها، مثلا در سیرت پادشاهان، در اخلاق درویشان، در فضیلت قناعت، در فواید خاموشی، در عشق و جوانی، در ضعف و پیری، در تاثیر تربیت، در آداب صحبت. در نشر کامل 300 حکایه آورده می شود و در نشرهای دوشنبه 137 حکایه آورده شده است و گفت در سر آن که برابر به دست گرفتن کس یارای آن را ندارد که گلستان را به زمین گذارد. این اثر به طور ایجاز نوشته شده است. ایجاز یعنی معنی بسیار را در لفظ اندک گنجاندن. در سعدی یگان چیز اضافه نیست، نمیبینید. همه چیز در جای خودش. مثلا میگوید که هندو بچه نفت اندازی هم میآموخت. حکیم دید گفت تو را خانه نه این است، بازی نه این است. یعنی در عین اون که اینا از نگاه آوایی، از نگاه شکلی هم نشینی دارن، برای بیان معنی، برای رساتر و هدفمندتر بیان کردن مطلب نیست کمک میکنن. در عصر سعدی اساسا نثر فنی بود که بسیار پیچیده و دشوار فهم بود. کتاب‌های مثل تاریخ جهانگشای جوینی و تاریخ وصاف و اینها را اگر شما نگاه کنید، اینا پر از کلمه‌های عربی، پر از عبارات پیچیده و کم استفاده بود. اما سعدی راه دیگری را پیش می‌گیرد و نثری را می‌نویسد که می‌توانیم بگوییم سبک فردی سعدی می‌شود. در واقع این نثر سعدی را نثر مسجع میگویند. نیست حکایه‌ای که در آن شعر استفاده نشده باشد، بغیر از حکایه‌هایی که پر با شعرند. ای زبردستی زیر دست آزار، گرم تا کی بماند این بازار. به چه کار آیدت جهانداری، مردنت به که مردم آزاری. شما تصور کنید این همین معنی را دارد که حکایه را می‌آورد، وقتی که شعر را در انتهای اون می‌آورد گویا به نامه مهر می‌گذارد که دیگر کسی نمی‌تواند با وی چیز علاوه کند. انا این یکی از جدی‌ترین خصوصیت‌های سبک سعدی است. نوشته‌های سعدی در روشی یا متدی وقوع‌گرایی یا که ریالیسم که ما میگیم نوشته شدن، چون خودش شاهدی واقعا بوده است یا از همسفران خود شنیده است. انوشیروان عادل را در سیدگاه سید به کباب آمد و نمک نبود. سپاهی به رستم فرستاد و تاکید کرد که نمک به قیمت بخر. سپاهی حیران شده گفت که از این چیز به مردم هیچ زیان نمیرسد، این هیچ ارزش ندارد. گفت که نه، بنیاد ظلم اول در جهان اندک بود، هر کی اومد تقویت کرد تا بدین غایت رسید. سعدی با نظریه اخلاقی و عرفانی خود تأثیر عمیق به شاعر و ادیبان بعدی نگذاشت که در پیروی از او آثار زیاد تألیف نمودند.
اولین کسی که به سعدی پیروی کرد مجدودین خوافی بود. مجدودین خوافی اثرش روضة الخلد، یعنی باغ بهشت. وقتی که به گلستان قیاس کرد اثرش رو خارستان نام گذاشت، حالا که این اثر از 16 باب عبارت. تا به امروز هرچند هزاران نویسنده ها پیروی کردند و بزرگترین ها مانند مولانا عبدالرحمن جامی که در پیروی بهارستان ایجاد کردند، ولی کسی به پای این نرسید. ادبیات چطور گفتن است و سعدی در تاریخ ما، تاریخ ادبیات ما از این نگاه بی‌نظیر است و بی سبب نیز تخلص عنوان، یکی از عنوانهای سعدی افصح المتکلمین است، یعنی فصیح زبان، گشاده زبان، کسی که نسبت به دیگران به بهترین وجه صحبت میکند. گلستان سعدی را میگویند که دیکسی اخلاق انسانی متمدن، او را ابو اخلاق میگویند، یعنی پدری اخلاق است. زیرا در آثار سعدی چه در گلستان است، چه در بوستان است و چه در غزلات است، یک خط سرخی عبور میکند که دایر به اخلاق است، پند و اندرز است. شیوایی و شیرینی زبان سعدی به گونه‌ای هست که خیلی از جمله ها و تعبیرهای سعدی به شکل ضرب المثل در آمده است. هرچی نپاید دلبستگی را نشاید، نه هرچی به قامت مهتر به قیمت بهتر. زبان در دهان ای خردمند چیست؟ کلیدی دری گنج صاحب هنر، چو در بسته باشد چی داند کسی؟ که جوهر فروش است یا پیله‌ور. اثرهای سعدی به خصوص گلستان و بوستان به طور عمیق به ادبیات غرب تأثیر گذاشتند. این کتاب‌ها به ادیبان، فیلسوفان و محققان غربی از جمله جاناتان سویفت، والتر، جیمز جویس و دیگران منبع الهام بودند. گلستان نخستین کتاب ادبیات تاجیک فارس بود که به زبان فرانسوی ترجمه شده است. تا امروز این اثر با 250 زبانهای مختلف عالم ترجمه و نشر شده است. آثار سعدی در غرب در مجموعی کتاب‌های مقدس به نشر رسیده مورد ستایش مردم قرار گرفته است. سعدی از آن بزرگانی هست که شرق و غرب با اون نهایت معتقد و نهایت پیروان زیاد دارند. ما در کتابخانه‌های مشهور عالم نسخه‌های خطی و نسخه‌های چاپی سنگی آثار سعدی را مشاهده می‌کنید. آثار سعدی را بیشتر فرانسوی ها ترجمه کردند و به اروپایی ها معرفی کردند، برخلاف آثار حافظ که بیشتر آلمانی ها ترجمه کردند و معرفی نمودند. و نقل است که یکی از مسیحیان اروپا وقتی کتاب سعدی به لاتین ترجمه شده گلستان به دستش میرسد و وقتی میخواند گمان میکند که این کتاب کدام پیغمبری است که تازه کشف شده است. بزرگوار سعدی یکی از شخصیت‌هایی هست که برای نظام جامعه، برای بالا بردن معنویات جامعه، برای ذخیره ذهنی ملت، برای قوی گرداندن، غنی گرداندن معنویات ملت نهایت رسالت‌های جدی‌ترین تاریخی به جا آورده است. تنی آدمی شریف است و جانی آدمیت، نه همین لباسی زیباست نشانی آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چی میانی نقش دیوار و میانی آدمیت؟ ببینید سعدی پیش از ما نه در دین و مذهب ها می نگرد، نه در عرق و نژاد ها می گرد. برای وی عرب و عجم هر دو برابرند و انسانیگری بالا، انسان را بالا میگذارد به هم اخلاق پاکیزه‌اش و بالاتر همه انسان است. در محور اندیشه‌های سعدی انسان چرخ میزند. گومانیسم سعدی یک جزء مهم فلسفه اخلاقی اوست. همین است که اندیشه او با گذشت عصرها کهنه نمی شود و در همه دور و زمان نیازهای معنوی بشر را
برآورده می کند. همین شعار سازمان ملل متحد کردن انسانیت، پیشگیری جنگ و جدال و هدفشان سعادت انسانیت است. زندگی آسایشتی و خرم. همین شعر سعدی شعاری آنها بوده میتونن. بنی آدم اعضای یکدیگرند. خب یک پیکرم میگویند، اما من در اصل دیدم یکدیگرند. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک رهبرند. چوزی بدرد آورد روزگار، دیگر استوار نماند قرار. محققان ابراز می دارند که سعدی آخرهای حیات خود را در زادگاهش پس سر نموده است. او به زندگی آرام و آسایشته برگشته به خدمت عائله و جمعیت مشغول بود. مقبره سعدی در شهر شیراز در نزد باغ سعدی واقع است که یک مکان معروف تاریخی و فرهنگی شهر می باشد. نقش سعدی در تاریخ ادبیات ما تا به حد است که ایجادکار کشاف، ایجادکار مبتکر، ایجادکار نوآور، ایجادکار واقعاً اصیل. سعدی ستاره تابناک نه تنها تمدن ما، ادبیات ما، بلکه تمدن جهانی. از این لحاظ همین مسئله است که آثار سعدی را پویا میکند، از قرن به قرن دیگر انتقال میدهد و امروز همون اندازه که آثار سعدی مهم و ارزشمند است، در آینده نیز همین اندازه اهمیت خواهد داشت. بلبل باغ معانی معدنی پرگوهر و کان شکر سعدی بود. طوطی خوش سخنی باغ هنر سعدی بود. عارف و عابد و عاقل همه پرورده اوست. مفتی ملت اصحاب نظر سعدی بود. سپر فضل و معانی پدری ملک سخن، راوی حکمت ابنای بشر سعدی بود. بلبل باغ ایرم شاعری با فضل و کرم، عاشق نغمه مرغان سحر سعدی بود. آن که از فرش برآورد به عرش شمع سخن، همچو غواص ز دریای گهر سعدی بود. خاک شیراز همیشه گل خوشبوی دهد، گل خوشبوی در آن پهنه و بر سعدی بود.